پیغمبر میگه من سرور همه آدما هم روز قیامت، اما اصلا فخری نیست. ما باید به پیغمبر نزدیک شیم دیگه. چقدر دلبری داره این پیغمبر. کیو شما سراغ دارید رو کره زمین بتونه اینجوری حرف بزنه؟ واقعا سرور، حقیقتا از همه در صفت کمالش بالاتر، نزدیکترین موجود به خداونده، ولی میگه فخری نیست. دل آدم ضعف میره بر رسول خدا. انقدر مهربون، انقدر لطیف، انقدر آقا. و انا اول شافع و اول مشفع، من اولین کسی هم که روز قیامت شفاعت میکنم. یه وقت تو میگه مسئله دنیاه، چه بسا یه آدمی که تو دنیا به خاطر شهرت همه دارن براش کرده، به خاطر همین شهرتش میره جهنم. چه خوشگلی، چه هیکلی، چه اندامی، چه شوهری، چه زنی، همه جهنمیه دیگه، چون داره نمایش میده به بقیه، فحشاست. این نه، این کمال حقیقیه. میگه اون جایی که تو قیامتیش که جرأت نداره حرف بزنه، همه مایوس میشن، ترس دارن. اصلا کسی میگه من بشارت میدم بقیه رو به بهشت، امید میدم بهشون، بشارت میدم بهشون، دلداریشون میدم. اولین کسی که شفاعتش پذیرفته میشه منم. بعد چی؟ ولا فخر، افتخاری نیست. این توحیده، یعنی الحمدو چی؟ لله، چون هیچیش مال خودم نیست، همه لطف خداست. اگه انسان افتاد به این وادی، رقابت ها، مسابقه ها، مقایسه ها، برتری جویی ها، چشم و همچشمی ها، همه چی هم میره. باید رو تقویت کنیم تو خودمون. آدمیت، محبت. حالا شما بگید این بغل نکبتی که 4 تا نماز شب میخونه طلبکار خداست، 30 تا تو هیئت خدمت میکنه طلبکار امام حسین، نمیفهمه که امام حسین بهش لطف کرده، تو به کار گرفته. تو اصلا چی کاره بوده با امام حسین؟ مثلا میذاره تو یک کسی دیگه بیارست. من از امام حسین توقع نداشتم که دعاهام اجابت نشه. چرا زن من سرطان گرفته؟ چرا امام حسین من باید سرطان بگیرم؟ یعنی به جای اینکه خودشو بدهکار بدونه، طلبکار بدونه. پیامبر خیلی از مقامات خودشو میگه و میگه هیچ کدومش، فقط میخوام بشناسید منو، بدونید باباتون کیه، بدونید خدا روح کیو تو شماها دمیده، بدونید خانواده آسمانیتون کیه، اصل و نسبتون کیه، به خاندانتون فخر بفروشید، نه به چیزای توهمی، نه به چیزایی که وقتی بهش فکر میکنی پوز میدی یا دیگران خیلی خوش به حالت، خوش به حالت، خوش به حالت میگن، باورت بشه از چشم خدا بیفتی. آدم اونجایی که بزرگ میشه پیش خودش، کوچیک میشه پیش آسمان. از چشم بالایی ها میفته. به یکی از بچه های اهل بیت فخر بفروشی، کوچیک میشی.